ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رزمایش پیامبر اعظم هشت را پیامبر اعظم هشت تمام شد، اما این نقطه آغاز است. اینجا کویر کرمان، هوا سرد و باران شدید. خب رزمایش پیامبر اعظم هشت ویژگی‌های خاصی داره. در اون ادوات و تجهیزات نوین نظامی استفاده شده. می‌خوایم اونها رو برای شما به تصویر بکشیم. نخست پهپاد تهاجمی مهاجر، یه بمب هوایی کنترلی هوشمند. تمام این قسمت مواد منفجره با نصب یک سیکر اپتیکی و قفل روی هدف دقیقاً میتونه هدف رو رهگیری کنه و انهدام و صورت. اهداف اونم میتونه بالگرد باشه، اهداف ثابت زمینی و متحرک زمینی. این یک گوشه خیلی کوچکی از قدرت بسیار بالایی هستش که نیروی زمینی سپاه داره. پیامبر اعظم هشت یک رزمایش تحقیقاتی بود که مجموعه‌ای از سلاح‌ها و تجهیزات در 350 کیلومتر مربع آزمایش شد. سلاح‌هایی مثل این دوش پرتاب عجیب و پرقدرت. توپه آیه امراتی، توپ برای همون اولی گفتم توپ 20 میلیمتری، یعنی توپ‌های 23 میلیمتری که الان برای زدن هدف‌های هوایی این 3 میلیمتر از اون کمتره. یه تکنولوژی به ارزم به خدمتتون سلاح کاملا جدیدیه، کاملا متفاوته. اسمش چیه این؟ این اسمش آرش. یعنی با آرش گردن هر کسی که بخواد به این مملکت چپ نگاه کنه قورت می‌کنه. خون سیاوش کمان آرش بخت شهیدان غرور آتش خامه ایمان به لطف یزدان. کارهای اساسی تحقیقاتی است و میتواند صحنه رزم رو کلا سرنوشتش رو عوض بکنه. هرچه میگذره آموزش و مهارت و ایثار ارتقا پیدا میکنه، این تجهیزات هم اضافه میشه. گایروکوپتر با قابلیت شلیک موشک ندیده بودیم ما. ما لانچر رو با هدف و با این حلقه‌ای که داریم می‌بینیم ما اینا رو با هم دیگه هم محور کردیم رو زمین و الان آماده است. دیگه هیچ موقع ما کاری باش نداریم که بخوایم همیشه اندازه‌گیری کنیم. تا 30 نات باد مشکلی نداریم، یا تا 50 کیلومتر مشکلی نداریم حدوداً. دیدم تو جاده خاکی نشستید راحت. بله همینجا بلند میشیم. بله. بعد از مهاجر و آرش و جایروکوپتر نوبت رعد بود که برای اولین بار قررش و تیزبینی خود را نمایش دهد. هر هدفی که در برد دوربین ما قرار بگیره سامانه هم نسبت به اون الاین شده و میتونه روی اهداف اجرای آتش کنه. کوتاه، متوسط یا بلند؟ کوتاه، متوسط و بلند. این هم خلاقیتی دیگر از مرکز تحقیقات سپاه پاسداران. مین جهنده تا 150 متر بالا پرتاب می شود، منفجر می شود و هر بالگردی را در ارتفاع پست زمینگیر می کند. این انسجام، این همکاری، این همفکری به طور کامل بین ارتش و سپاه برقرار است. از نظر تبادل آموزش، تبادل تجربیات. رزمایش تحقیقاتی و تخصصی پیامبر اعظم هشت آنقدر مهم بود که هیئت داوران آن چهره‌های نامدار رزم زمینی ایران اسلامی بودند. قدرتی که امروز انباشته شده در